سلام دوستان مهربان، خداوند حفظتون کنه. خواهش میکنم ویدیو دقیقه با دقت گوش کنید. چند قسم ما ویدیو نکردیم، خیلی بعضی مشکلات هستن، الحمدلله همش پس سر میشن. دعا باشه فقط. در سمالینسک اوبلاست شهر گاگارین، اینا کم کم مستلوی جوش میمونم. پاور در کاره، یعنی پاورش میگم پاور میفهمم. خروکپاز یعنی خروکپازی که همون کافه میده ها که بگردن بگیره. روزی که ورش یعنی که اویلش قطعی باشه فرق نداره. جای خوش میتیه، خورد خروک همه شرایطش بد میکنه. روزی کارش 4000 خ اگر بینه که با کار خوب میشه 5-6 هزار دوا چی میکنه، یعنی 5000-6 هزار شوه. خلاصه وابسته همون خروکپاز. التماس در رقم شخصی زنگ بزنی که خروک پخته میتونی، با ششلیک بتونی، شوربا رو نتونی، شاول چی میگن اونو مستوباش نتونی، ایش بتونی. یک خروکپاز ماهر با جای خوب قطعی سمیش تامین کرده میشه و یعنی کافه فی سبیل الله دستش داده میشه. ای به ها بگی مقصد ای کسا شد پرسیده میشه با شرط کار کنه. اگر همین کاری شروع کنه همه خوب باشه، مویلکش تا 200,000 شاید بخیزه. مثلا میگیم 150,000 بخیزه، 70,000. یعنی خورد و خوراک جای خوب حجت پوجت ساز میکنن. دوستان خیال میکنن که برای آدمی ماهر، برای آدمی خوراکپز چونین معاش با سمیه، با جای خوب تامین، با دکومنت تامین نه هر کس میوه. با همین خاطر همین رقم زنگ بزنیم. یک کافه چک شدیم برادر باورش اولش خداوند گارانتی در دستی ما برادر خودمون، یعنی که شدگیان به حضور میتونی ان شاء الله برای کار کنی. کافه را پول میگیری قطعی میاد استفاده میبری. کافه کلون نیست که عذاب کشی. خورد و خوراک همه نمود خوراک پخته بتونی. خدا نگهدار. برای کار عمل برای دستگیریتون.